سلام. نمایندگان ملکی ناتو در افغانستان میگوید سازمان ناتو بعد از توافق صلح نیز از نیروهای افغان حمایت خواهد کرد و از طالبان خواسته است که به دستاوردهای جامعه افغانستان احترام کنند. راس ویلسون 16 سفیر سفارت امریکا در کابل گفته است برای آوردن صلح به افغانستان تلاش‌ها به شدت جریان دارد و بعد از ختم جنگ باید کشورهای جهانی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مسئولین امنیتی ارزگان از شهید شدن 3 قماندان و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر می‌دهند. گزارشات می‌رساند که این افراد در نتیجه انفجار شهید شدند. هند به 700 سیک و هندوی افغان ویزاهای دائمی می‌دهد. حکومت هند گفته است این فیصله پس از افزایش تهدیدات از سوی تروریستان پاکستانی به اهل هنود افغانستان ابراز شده است. در این اواخر 2 واقعه اختطاف اهل هنود در کشور نیز رخ داده است و 5 جسد از جمله اجساد افغان‌های غرق شده در دریای وان ترکیه امروز به کابل منتقل شد. مقامات میگویند اجساد باقی مانده در پروازهای آینده به کابل آورده خواهد شد.